یک نقطه خورد صحبت میکنم. من داخل فیسبوک میدارم بعضیا در مناسبه بعضی از برادرها حرف میزنند و خصوصا یک تاجری خب موفق به نام رحیم غرمی، برادرها بسیار پهلوی نگاتیو براش حرف میزنند. خب اصلا یک تاجر است و یک شخص موفق است و تا جای معلومات هایی که ده مسئله همون ساختن اون رستوران بزرگی که در تاج دوشنبه ساخته شده است، خب دست این هم هست. خب دیگر او میخواد رستوران میسازه، میخواد نمیدونم فیتنس کلوب میسازه یا دیسکو کلوب میسازه. ولی ما هر پیغامی که بود با طور غیر رسمی و با طور رسمی و با طور پنهانی براشون گفتیم که برادر اشرف یک مصرع شعری داره میخونه که خیمه بگذار و بیرو بادیه طوفان جوش است، کو آتش به جگر داره اگر خاموش است. یعنی تو حاضر ما گفتیم که حاجی عمر براشون درس بود، زید سعید براشون درس بود، شرکت امید براشون درس بود، شرکت موارنه براشون درس بود و دیگر تاجرای موفقی در امریکا و در اروپا گرفته رفتن براشون درس بود. مثال آوردیم گفتیم که خب اون آبی را که شما میخواین بنوشین، یک کسای دیگه آمدن اون آب نوشیدن و دیدن که او آب زهرآلود است، داره زهرآلود شده است، یک پس یک دیگر میمره، زندان میشه، یعنی مریض میشه و سرطان میشه و از دنیا میگذره. اما آب کوشش نکنی که آی برادر بنوشی. خب قصهش نیستن یا فکر میکنم ما یک گروه هستیم دشمن اینها هستیم و در مقابل اینها ایستاد چه نمیخوایم یا موفق باشن. با خدا قسم هر گوی که یک تاجیک دستگیری میکنین، هر گوی که یک تاجیک از نام شما گپ بزنه که در روسیه چقدر تاجیکا رو دستگیری کردین، در حالت کرانتینی چقدر تاجیکا رو شما مبلغ داده ما شونیدیم. ما دستی و خالی صاحب کار میفشارم واقعا که در غم این ملت شریک است. اما امروز شما رفتین با گروه داره کار میکنین، با افراد داره کار میکنین، کسانی هستند که یک آب را برای شما دادن زهر است. یک زنی که در دوشنبه طلا بازار داشت طلا فروشی میکرد در بازار کاروان، چند روز پیش دستگیرش کردن با 12 کیلو طلا، گویا که غیر رسمی طلا داخل شد. طبق عمرها، طبق صحبتها، ده ها و صدها بار این همون طلا رو آوردگی است. اما چرا امروز دستگیر شد؟ برای تخمینه و آزاده و گلصنم و گلچنبر و گلببی و گلخانبی در کار شد و پول او تجارت های مفت، او هزار ده گرم طلا که کیلو لازم شده که از برای او اجده ها رو امین سیاش بود شد، تمام شد. و دیگه گالکس 21 برآمد از دیگه او 7 8 9 10 لازم نیست. او خلاص کرد دیگه، پول جمع کرد، پول آورد، پول ماند دیگه. دیدن مردم او دیگه او اجوج و مجوجه که در اونجا هست دیدنش. و ختم برادر عزیز هموطن، دلت برای زحمتات بسوزه، دلت برای اون سالهای بخوابی و برای اون همه مشکلات هایی که در روسیه کشیدین و با نوک سوزن جمع کردین آوردین، دلتون برای او بسوزه. شما فکر نکنین که ما یک گروه هستیم که دشمن هستیم در مقابل شما حرف میزنیم و شما رو نمیفهمیم شما موفق باشید. و خدا قسم اگر جامعه ما سالم باشه، اگر یک نظام باشه که شما را دستگیری بکنه، شما امروز باید بهترین شرکت های زمانوی را در وطن بسازید. ولی جامعه با طلبات جوابگو نیست، نمیگذارن، واقعا نمیگذارن. من همین شاهد هستم، همین 2000 3000 تا 100,000 نفر روزی میشه تماشا میکنه که روز میشه که گله میته جمع کرده میشه. برادر عزیز فرار میکنی، خداحافظی میکنی، میگه وطن خدا نگهبانت، من رفتم. مثل اشرف غنی میگه من رفتم که چمدانی پلا میگیره و میخره، میشینم و میرین دیگه، فرار میکنین، میرین روسیه، از روسیه سرتون میکنین، میرین اروپا، میرین یک کشور دیگه سراتون خم میکنین، مهاجر میشه، دنبال زندگیتون خلاص شد رفت. حیف او زحمت ها، حیف او کشمکشی ها، حیف اون جوان مردی که داریم. و او خاطر ما واقعا ما میبینم، من زیاد صحبت میکنم با بعضی از جوانایی که از اون منطقه هستن، شما رو میشناسن، شما رو میدونن، بهای خوب میتین، یک جوانی با ایمان، یک جوانی مسلمان، یک جوانی خیرخواه براتون بهاگذاری میکنن. ولی بیاین شما همین مسئولیت درست انجام بدین، بیاین شما در مصیبت ملت شریک باشین، در غم و درد مردم شریک باشین. اون خیریه هایی که داره برای رژیم میکنین، در شاهرخ چیکارا میکنین، اون مبلغات کجا صرف میشه، اونها را بیارین در یک جای لازمه صرف کنین که آینده این نسل از او یاد بکنه. امروز پگاس عمر موت میره و خلاص میشه، ولی تاریخ میمونه و تاریخ چیز ذکر میکنه که شما در کجا اون میلیون ها را صرف برای چی صرف کردین. من نمیگم اون میلیون را بیار در جیب من بده، من نمیگم برای در جیب یک نفر دیگه بده. اون میلیون ها و میلیارد ها را برای در آبادی ملت صرف کنین، در آبروی بیدار کردن حیث جوانمردی این ملت صرف کنین، در بیدار کردن
نمیدونم تاریخ این ملت صرف کنیم که ملت ها ببین در روسیه گشت این دیدن که چقدر زنهای تاجیک زیر تحقیر و زیر تجاوز قرار دارن. سبب اساسی این همه مشکلات ها کی است؟ او کسی که شما امروز رفتین اما آبی شیرینه که داره براتون میتیه اما آب نوشیده سن میگه که بهترین است، ولی او کس اینمی زن و خواهر و مادر ما مواجه رو در بدر کرده است. دیگه توکلتون به خدا. زمانی بود که شرکت امید 88 همین گپا رو میگفتین، ولی تجارت داشت، بیزنس داشت، رفت زندان.